بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آنچه را که امروز بشر از آن رنج میبرد و موجبات نگرانی او شده است، تشویش ها و اضطراب ها و استرس های زندگی ماشینی است. بشر سعی نموده است که در عصر جدید تا میتواند در جهت فراهم نمودن امکانات آسایش تلاش کند. ماحصل تلاش انسان آسایش شده است، نه آرامش. امروز برای بسیاری از افراد انسانها آسایش وجود دارد، اما آنچه را که نیست آرامش است. آرامش اکسیر نایافتنی زندگی بشر شده است. بعضی از انسانها عادت دارند از کاستی ها و از غم ها و غصه های خود برای دیگران تعریف کنند، اما نمیدانند قبل از اینکه خودشان را تخلیه کنند دیگران را مکدر میکنند. ما بیاییم برای اینکه با آرامش برسیم در حقیقت نعمتهای خودمان را که خداوند به ما عنایت فرموده است بشماریم. یعنی به جای شمارش نداشتنها و غمها و غصه ها که دیگران را مکدر میکنیم، بیاییم خوبی ها و نعمت هایی را که خدا به ما عنایت فرموده است بشماریم. اگر چنین کنیم حتما به آرامش میرسیم. یادمان باشد ما وقتی میتوانیم به آرامش برسیم که با دید واقعی به زندگی نگاه کنیم. بنابراین قرآن در آیه 7 سوره مائده میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم. به یاد بیاورین نعمت‌هایی که ما به شما عنایت کردیم. نعمت سلامتی، داشتن خانواده خوب و فرزندان خوب و دیاران دوستان بخشی از نعمت‌های خداوند متعال است. بنابراین ما می توانیم با شمارش نعمت‌هایی که خدا به ما داده است و شکرگزاری بر آن نعمت‌ها که خود شکرگزاری علاوه بر این که ما را آرام می کند نعمتهای ما را نیز افزون می فرماید خداوند متعال، کمی از استرس ها و نگرانی های خودمان بکاهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.